دوستان سلام. امشب میخوایم از کفگردی جانانه‌ای بگیم که تو سوریه نثار پک و پوز آخوندا شد و 4 ستون ولایت رو به لرزه انداخت. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته علیرغم برقراری آتش بس در حلب 8 گروه تروریستی به استعداد 8000 نفر با سوء استفاده از فرصت آتش بس به خانتومان حمله ور شده و با توسل به خودروهای بمبگذاری شده و تهاجمات انتحاری تلفاتی را بر نیروهای مقاومت وارد ساختند و عده‌ای را شهید یا مجروح ساختند و نفراتی را به اسارت گرفتند. بله، یعنی در یک کلام سگ و سیله‌های عظما تو سوریه شلوپل شدن. اینی که گفت آمار کشته ها بود ادامه اعتراف آخوندا به شکست رو از سایت الجزیره بشنوید. سایت تلویزیون الجزیره 20 اردیبهشت 95 رژیم ایران به اسارت 6 تن از نظامیانش در خانتومان اعتراف کرد. اسماعیل کوثری رئیس کمیسیون دفاع مجلس این رژیم گفت در این منطقه 13 پاسدار کشته و 18 تن نیز مجروح شدند. حالا تو چنین وضعیت درب و داغونی به ناگهان گوبلز پاسدارا، یعنی همون پاسدار سلامی، سر و کلش پیدا شده و شروع کرد به نعل وارونه زدن. نعل وارونه که میگم یعنی همون سود در تاریکی، یعنی سوز و گداز و آه و فغان. پاسدار سلامی جانشین سرکرده سپاه: ما نظام سوریه را بخشی از جبهه مقاومت می‌دانیم و بر اوضاع کاملا مسلط هستیم و این تغییر تاکتیکی کوچک نمی‌تواند اثری بر صحنه جغرافیایی نبرد بزرگ داشته باشد. ما هیچ گونه نگرانی در خصوص تهدیدات خارجی نداریم. در صحنه داخلی هم ملت ما کاملا بصیر و هوشیار هستند و از انقلابشان در هر شرایطی دفاع می‌کنند. وقتی میگه مسلط هستیم منظورش اینه که پاک قافیه رو باختیم. وقتی میگه نگرانی نداریم یعنی از زور نگرانی داریم میپکیم. وقتی میگه در صحنه داخلی باید بصیرت داشته باشیم یعنی اینکه این ضربه سرشکن میشه تو داخل و میخوریم چه خوردنی. تروریست های نوجوان مرد در هنگام آتش بس در سوریه دست به جنایت زدند که به نظر می رسد طراحی آتش بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال گردید نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات زوری و سوری دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. آهان، اینجاست که پرده ها کنار میره و ترس و دلهره اصلی آخوندا بیرون میزنه. ترسشون از به هم خوردن تعادل منطقه و جیمفنگ روسیه است. کیهان خامنه‌ای: رفت و بازگشت خانتومان. آمریکایی ها با زیرکی خاصی روسیه را پای میز مذاکره آورده و با طرح این مسئله که قبلا روسیه طرحی با محوریت آتش بس ارائه کرده و الان زمینه اجرایی شدن آن فراهم شده است، مسکو را واداشت که به مذاکره پیرامون آینده سیاسی سوریه تن دهد. روسیه درست در زمانی که نیروهای مدافع دمشق در بهترین وضعیت بودند آتش بس را پذیرفت. اینجاست که باید گفت عجب سرگذشتی داشتی سیدعلی. ریشتو گره زدی به بند پوتین تا شاید یه آبی برات گرم بشه، اما اونم پشتتو خالی کرد و عمق استراتژیکت مچاله شد. خب توی چنین وضعیتی واضحه که زبون جام زهریا دراز میشه و میرن برای سرو جام زهر منطقه‌ای یا همون بر شام. روزنامه حکومتی شرق:
پیشنهاد این است که به جای اصرار بر بقای شخص به فکر راه حل‌هایی باشیم که تضمین کننده حفظ تمامیت ارضی سوریه، تشکیل دولتی فراگیر متشکل از همه اقوام و گروه‌ها و حامی مقاومت باشد. تأمین این هدف سهل الوصول تر از اصرار بر چنین طرح‌هایی است. ضمن اینکه در این راهبرد ایران میتواند همچنان به نقش محوری خود در سوریه ادامه دهد. چه شود؟ از یه طرف زهر منطقه‌ای، از اون طرف پیوند خوردن بزبیاری تو سوریه با ناامنی داخلی، از اون طرف تیپای پوتین به نله. یعنی خامنه از هر طرف که میپیچه میخوره به بنبست و بدبختی. تنها راهی هم که جلوش بازه چه راهیه؟ آفرین، راه قبرستونه. خداحافظ همگی.